بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين لمعه 17 نوتای 13 مسئله 2 عبودیت لفرمان الهی و رضا الهی دنیره عبودیت عمدکن لفرمان الهی لامر الهی لرضای الهی دنیره دعوتکار عبودیت فرمان الهیه یه عبودیت دخوازه فرمان خوده انجام و سلوج و رضای حقه خیر و بیر و دربار آخرت ده خیر و بیر و عبادتی دربار آخرت ده نه حق دنیا ده بس اگر نبا الله غایه بس اگر نبا اساس آماش و به شرط کو قصدن نه خواستن فایده این دنیای و ثمره این کو او بخواه پیوست دکن و بی خواستن ورنداین نوبه دجبر عبودیتی بلکه او جین قرص را دبه تشویق کر و ترجیح کر اگر فایده این دربار دنیای ده و برجواندی این و عبودیت را جوی ذکری را جوی وردی را ببا مقصد یونجی ببا جزء اکوی مقصده هنگی و عبودیت پچکی بطال دکه بلکه وی ورد خدان خاصیت ستاور دهیله انجام ناده ویا ین و رازه فهم ناکن میناک مثال اوراد قدسی شاه نقشبندی که 100 خاصیت و فایده نوهنه یانجی جوشد الکبیر که 1000 خاصیت نوهنه هنک جوان فایده یان مقصود و بزاد نیت دکن و دخوینن و فایده نبینن و نبینن و حق وان دیتن جی نینه جبرکو او فایده یانا نابن علت وان اورادان جبرکو او فایده نابن سبب غایه وان اورادانو ده اوانا قصدن نه خواستن جبرکو اوانا با آوائه که فضلی یعنی فضلدن بی داخل جوی ورده خالص رفتین اگر او به نیت کرن اگر فایده دنیای به نیت کرن اخلاص و هنکی خراده با بلکه جو عبودیت در دکوه جو قیمت دکوه بس او قضی هیا کو جبوی خواندن و وان اوراد وسا خدان خاصیت حوجهی و مروبان قرف به تشویق کار و ترجیح کاری هیا وان فایده هم ببینه ور شوقه وی اورادی صرف جبوی رضا الهی جبوی آخرت بخوینه ضرار ناده هم مقبول اجی جبر که اف حکمت نهاتی فهم کرن گلک انسان هنکو فایده این کج اقتابان جسلف صالحین هاتن روایت کرن نابینن دکون نوف گمانه حتی انکار جدکن سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة